با مجموعه خبری این ساعت با من حامد امیری خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. امیرخان متقی: طرح‌های سازمان ملل جز جنگ و اشغال در افغانستان نتیجه نداشته است. گروه افغان‌هایی که در پاکستان بودند از پاکستان به آلمان انتقال داده شدند. دولت کانادا اعلام کرده است که 310 پناهجوی اهل افغانستان را در یک پرواز چارتر از پاکستان به کانادا منتقل کرده است. مرگ نزدیک به 100 پناهجو در آبهای مدیترانه پس از آغاز سال 2024. اتحادیه اروپا: خارجی ها پول انگفت به کشورهای خود فرستاده اند. خوش آمدید به مشروع خبرها. امیرخان متقی میگوید طرح‌های سازمان ملل جز جنگ و اشغالگری افغانستان نتیجه نداشته است. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در نشست ابتکار همکاری منطقه‌ای در کابل ضمن خواستار شده اند احترام کشورها به مدل حکومت طالبان. او گفته است تاریخ ثابت کرده است نقصه های تحمیلی کارساز نبوده و نتیجه جز اشغال افغانستان و بی‌ثباتی نداشته است. متقی از سفیران و نمایندگان کشورهای حاضر در نشست امروز خواست که در نشست دوحه واقعیت‌های عینی افغانستان را به گوش مردم برسانند تا با رویکرد واقع بینانه، معقول و قابل قبول وارد تعامل و همکاری سازنده شوند. وی گفت که افغانستان با جهت خواهان تقابل و جدال نیست، بلکه همواره روی تعامل مثبت تاکید داشته است. گروهی از افغان‌هایی که در معرض خطر بودند از پاکستان با آلمان انتقال داده شدند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آلمان بار دیگر بیش از 180 تن از افغان‌های آسیب پذیر و در معرض خطر از پاکستان در یک پرواز چارتر به آلمان منتقل شدند. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد که روز پنجشنبه یک پرواز چارتر از اسلام آباد پایتخت پاکستان 188 مرد زن افغان را به آلمان انتقال داد. بر اساس این معلومات این گروه ها متشکل از افرادی است که در برنامه های پذیرش افراد خاصتا در معرض خطر و کارمندان محلی سابق بودند و وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند. دولت کانادا اعلام کرده است که 310 پناهجو اهل افغانستان را در یک پرواز چارتر از پاکستان به کانادا منتقل کرده است. این افراد از پاکستان به شهر هالیفاکس کانادا منتقل شده اند. کانادا میگوید به هدفش برای پذیرش 40,000 مهاجر از افغانستان پس از آگوست سال 2021 دست یافته است. مرگ نزدیک به 100 پناهجو در آبهای مدیترانه پس از آغاز سال 2024. بنا به جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به 100 پناهجو در جریان گریز از کشورهای خود از طریق دریای مدیترانه جان باخته و یا مفقود شده اند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال 2023 بیش از 2 برابر افزایش یافته است. ایمی پاپ رئیس این نهاد امروز دوشنبه 29 ژانویه 9 بهمن در اجلاس افریقا در روم تاکید کرده است تنها یک رویکرد که شامل مسیرهای مهاجرتی امن و قانونی می شود می تواند به محافظت از جان پناهجویان کمک کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد مهاجران پول هنگفت به کشورهای خود فرستاده اند. اداره آمار اتحادیه اروپا اعلام کرده است که خارجی های مقیم این اتحادیه در سال گذشته پسندازهای بالغ بر 43 میلیارد یورو را به کشورهای زاده خود فرستاده اند. در مقابل 13 میلیارد یورو از خارج حسابهای بانکی خصوصا در اتحادیه اروپا وارد شده است. این آمار صرفا شامل انتقالات پول شخصی است که مهاجران کار عمدتاً برای کمک به خانواده‌های خود میفرستند و پول‌هایی که به حیث معاش و حقوق فرستاده شده است شامل این آمار نیست. این بود خبرهای این ساعت. تا خبرهای دیگر شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ.